خداوند زمین را آفرید و بازدو و فرشته و شیطان را که با همدیگر در بروش در بربع به تاجیکی با همدیگر دائم در تلاشند، یعنی روح نیکی، فرشته نیکی سپیتمان و شیطان اهریمن. من از این کتاب نخواستم که من یگان چی بگویم، ولی به خاطر که در این کتاب بسیار کلمه هایی که تاجیکی هستند امروز در دیگر زمان ها در دیگر دین ها رفتند. بعد درباره جغرافیای چند هزار سال پیش درباره گذشته بزرگ خدمت باید کمی بیاوم و بگویم. حتی درباره که دینی عرب و یهود از تاجیکان دین آموختن در آن نیست و درباره که خلق اروپایی حتی روس ها سلاویان ها چه خیل کلمه ها چه خیل دین ها خداها بزرگا را گرفتن از دینی گذشته ما بخشن.